سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Yusuf and I'm نام 13 من years old. یوسف است. من I have قرآن را studied در the دوام Quran 4 for 4 سال years, حفظ کردم. alhamdulillah, الحمدلله and رب I have العالمین. completed the memorization من of حفظ the کردن را Quran. به آخر رساندم. I first started من to بار اول memorize in a حفظ private قرآن را از Quran سن 7 سالگی when I آغاز was 7 کردم. years old. من هیچ چیز را I had no idea نمیدانستم، how خوانده to read or نمیتوانستم، how حتی to الف، ب، ت، ث را even نمیدانستم. alif ba ta tha. I من بار didn't know اول به anything, شیخ and عبدالکریم that's when I first met واخوردم. Shaykh Abdul Karim. وی بار first اول started on a از part-time قسم basis. ناپورا He آغاز was, کرد و سخت obviously کوشش keen میکرد to که memorize the قرآن را Quran. حفظ He would کند. come وی روز 1 1 or یا 2 2 days a week, مرتبه and در یک eventually هفته he می committed آمد و در himself آخر به خود to the عهده‌داری را memorization of the گرفت، Quran. یعنی حفظ And then I قرآن. decided و من به to خود step it up a مقصد little گذاشتم and که start taking the در full-time صنف classes at پره Darul Abbas. حفظ And it به was دارالعباس most روم. difficult and most این برایم hard خیلی journey that مشکل بود. I've ever چندین tried to مراتب من undertake. فکر And many کردم times I که just felt like آنجا I would never تحصیل be able to کردن do it, and I thought that I would never actually get و there به آنجا داخل because شدن it's not چندان آسان exactly نیست. easy. And every و night هر I would شب be من making دعا dua, می dua, کردم dua, و از الله and می asking Allah خواستم که subhanahu من wa ta'ala حفظ that I can کرده می memorize the Quran, that توانم I can memorize قرآن the را. Quran. But الحمدلله alhamdulillah, و like مهربان with الله Allah's سال mercy, گذشته من قرآن را حفظ کردم. last year, alhamdulillah, I finished the Quran. من اسماعیل سطوحی هستم. 14 سال دارم. من قرآن را حفظ کردم وقت 10 سال داشتم و این حفظ من 1.5 سال را در بر گرفت. وقتی که من آغاز کردم خواندن نمی توانستم و پدرم برای من می خواند و من از پسش تکرار می کردم. ما با اسماعیل آغاز کردیم که او 3 سال داشت و ما قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق و فاتحه آغاز کردیم و بعدا به قسم دوم گذشتیم که این کار به پروگرامه ها بود. وقتی که آن 5 ساله شد خیلی فرق می کرد از آن که در دارالقرآن آغاز کرده بود. وقتی که من آغاز کردم هر روز یک صحیفه می آموختم و بعدا 1.5 صحیفه و در آخر در یک روز 6 صحیفه حفظ می کردم. تعلیم در دارالقرآن خیلی و خیلی مشکل است. 5 روز در یک هفته و از 7 سحر تا 3 بیگاه را در بر می گیرد. آنها می گویند که وقتی که از بلندترین قله های بایگری است، برای همین من باید این وقت را تا حد امکان استفاده کنم و من وقتی خود را در کارهای لازمی صرف می کنم. من تا حال رفیقان زیاد دارم و من با آنها در سخنهای لازمی شوخی می کنم. من زکریا البابا هستم. 15 سال دارم. من قرآن را تا حال آموخته ایستادم. شما چقدر که در مکتب حافظان قرآن تحصیل میکنید زکریا؟ از اول همین سال قدر شما حفظ کردید؟ 7 جز، ماشاءالله. وقتی که شخص قرآن را حفظ میکند البته برای خود وی بر والدینش نیک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند پدر شخصانی که قرآن را حفظ میکند روز قیامت روشنای قرآن نصیبش میگردد که از روشنای آفتاب دیده روشن‌تر است. و یک فکری که والدین من چگونه مکافاتانیده می شوند، این هم مکافات من است. من همیشه می خواهم به دوستان الله باشم. وقتی که آنها اسم مرا می گیرند یا به نزدم می آیند ما قرآن می خوانیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بهترین شما کسی است که قرآن را حفظ می کند و بر دیگران می آموزد. تو چیکار میخواهی انجام دهی وقتی که کلان میشوی ای یوسف؟ من میخواهم شیخ شوم. تو میخواهی همه کتاب‌های در قفا بوده را آموزی؟ بله ان شاء الله. سلام علیکم.
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون. از همه عقده‌داری کلان در حقیقت حفظ قرآن نیست، عمل کردن به آن است. این نه تنها برای شخصانی که قرآن را حفظ می‌کردند، این بر همه مسلمان دخل دارد. وقتی که انسان‌ها جمع می‌شوند می‌خواهند کاری را انجام دهند یا یگان شغل را باید از روی قرآن عمل کنند. امام غزالی رحمه الله در کتاب خود می‌فرمایند العلم بلا عمل جنون والعمل بغیر علم لا يكون. علم به عمل به عقلی است و عمل به علم قابل قبول نیست. وقتی تو حالا به روزهای گذشته اهمیت ندهی، فردا روز قیامت خواهی گفت ما را یک بار دیگر به دنیا فرستید تا عملهای صالح کنم و جواب خواهی گرفت ای به عقل الحال تو از همان دنیا آمدی تا این دم چه کردی؟ البته مقصد هر یک استاد به شاگرد آموزاندن قرآن و بعدا عمل نمودن بر آن است. مادر مؤمنین عایشه رضی الله عنها گفتند از خطبه رسول الله صلی الله علیه و سلم هر یک نفر باید به قرآن کار کند. من فکر میکنم که ما باید همچون مثال قبول کنیم و ما باید کوشش کنیم که با آنها پیروی کنیم در هر قدم، حتی در سنت های خرده که هست. مثال مثل مسواک کردن یا اینکه هنگام از خانه برآمدن به پای چپ برایم. هر یک سنتی که من میدانم آنها کردن کوشش میکنم اجرا کنم. آنها برای ما استاد بودند. قرآن یکی از سنت‌های بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم است که آن را بسیاری از صحابگان حفظ کرده بودند. این یکی از نعمت‌های بزرگ الله است. این یکی از تحفه‌های بزرگ الله برای ماست. حفظ کردن قرآن در حقیقت یک معجزه است. در یکی از آیات‌های سوره قمر الله می‌فرماید و به درستی که قرآن را آسان کردیم تا پند گیرند، پس آیا هیچ پند پذیرنده هست؟ من در خاطر دارم یکی از طالب علمانی که بعد حفظ قرآن به من گفت کلمه ها را گم می‌کردم، نمی‌دانستم چیکار کنم. من فکر میکنم که من باید خیلی خوشحال باشم، زیرا من میدانم همش از الله سبحانه و تعالی است که من با این مهنت خود در دوام 5-6 سال این باید راه میداد. با رضایت الله من خیلی سپاسگزارم به این امکانیتی که دارم. قرآن در حقیقت همه چیز است. موجود بودن قرآن برای همه ما حیات است. در جامعه، در همه جای این رخ برای همه جامعه است. چقدر انسان بسیاری که در جامعه داریم اگر به کتاب الله پیوند باشند جامعه زنده می شود و تمام شهر دلکش می گردند از صدای قرآن، از صدای قرآنی که هنگام در آمدن به مکتب حافظان میشنوید. نوابسته از آن که شما در کجای دنیا هستید، چی در چین، چی در افریقا یا در آسیا یا در بریژنی وسلاک، این یک قرآن، این یک مصحف است و طالب علمانی که در استرالیا قرآن را حفظ میکنند این یک از رسم بهترین امت پیامبر صلی الله علیه و سلم است.